سرخکان چیست؟ روحی 1398. سرخکان یک مرض ساری و وخیم هست که توسط یک نوع ویروس به میان می آید. این بیماری یکی از اطفال به شمار می رود. بیشترین مرگ و میر سرخکان از سبب اختلالات این مرض می باشد که شامل کوری، التهاب دماغ، اسهال شدید و کمبود آب، التهابات گوش و سینه و بغل هستند. شیوه مرض سرخکان: این مریضی در اطفال به راحتی از طفل مصاب به اشخاص دیگر سرایت می کند. ویروس سرخکان در قطرات و افرازات دهن موجود می باشد که از بینی و دهن یک شخص مصاب هنگام سرفه و یا عطسه زدن خارج می شود. این بیماری هنگام سرایت می کند که شخص دیگر این قطرات را تنفس و یا از غذاهای ملوث شده توسط این ویروس استفاده نماید و یا سطوحی را لمس کند که این قطرات در آنجا وجود داشته باشد. این مرض اکثرا در میان کسانی دیده می شود که واکسین نشده باشند. وقتی کسی واکسین سرخکان را گرفته باشد به این مرض ندرتا مصاب می شود و اگر مصاب هم شود به آسانی سپری می کند. نخستین علامه سرخکان اکثرا داشتن تب بلند هست که ضمن آن عرایض و علائم دیگر آن شامل سرفه، افرازات بینی، سرخی چشم، بخارات، اندفاعات جلدی بدون آب است. اولین نشانه این مرض تب بلند است که همراه با آبریزی بینی، سرفه، اندفاعات جلدی، سرخی و چرک گرفتن چشما در هنگام صبح و اندفاعات جلدی که پس از 3 یا 4 روز تب در روی جلد مریض دیده می شود که اکثر از پشت گوش و یا از صورت شروع می شود و آهسته آهسته در مدت 2 یا سرخکان بیشتر اطفال زیر سن 5 سال را مصاب می سازد و اکثرا کشورها سبب عمده مرگ و میر اطفال را از سبب سوء تغذیه و سینه و بغل تشکیل می دهد. این مرض در بزرگسالان هم دیده شده، مخصوصا کسانی که معافیت بدنشان پایین بودند، بخصوص مریضانی که دوای ضد سرطان را اخذ می کنند و کسانی که مبتلا به HIV یا ایدز باشند نیز مصاب می گردند. از سبب این که سرخکان یک مرض ساری است، بخصوص در 4 روز قبل از ظاهر شدن اندفاعات جلدی یعنی بخارها و 4 روز بعد از آن یعنی در جریان 8 روز سرایت می کنند. در این مدت طفل باید در اتاق جداگانه قرنطینه شود و تماس با او کمتر باشد. اکثرا والدین طفل مصاب به سرخکان را پرهیز می دهد که این یک عمل بجا نمی باشد، چون خود سرخکان اشتها را بسیار کم می سازد، معافیت را پایین می آورد و طفل را ناتوان می سازد و وقت اشتها کم باشد و در کنار آن به طفل پرهیز داده شود مشکل سوء تغذیه را به بار می آورد که یکی از اختلالات عمده سرخکان امین سوء تغذیه است. پس در وقت مصاب شدن سرخکان طفل باید در خانه گرم و با هوای مرطوب نگهداری شود، معاینات زیاد برایش داده شود و غذاهای مقوی نیز به آن خورانده شود. تشخیص مرض سرخکان: عمدتاً تشخیص مرض سرخکان کلینیکی هست، ولی آزمایش خون و ایموگلوبین های نوع M این ایموگلوبین های آنتیبادی به ضد ویروس می باشند. تداوی خاص برای مرض سرخکان وجود ندارد. متخصصین امور صحی جهت تسکین تب و درد، استراحت و تداوی امراض این مرض را توصیه می کنند. اگر این مرض مزمن نباشد، علائم معمولاً بین 7 تا 14 روز از بین می رود. برای تداوی این ویروس ها ضرور نیست که از آنتی بیوتیک ادویه های ضد میکروب استفاده نماید، اما برای اطفال مبتلا به سرخکان باید 2 روز خوراک های ویتامین A داده شود. این کار می تواند از شبکوری نزد طفل مصاب به سرخکان جلوگیری نماید. این مرض اگر دقیقاً مراقبت نشود اختلالی شده مانند سینه و بغل شدید، اسهال، عدم کفایی قلبی و سوء تغذیه نیاز به تداوی احساس می گردد. پس یگانه تداوی این مرض وقایه است و آن هم عبارت از تطبیق واکسن سرخکان که باید در سن 9 ماهگی تطبیق شود، چون اگر اطفال که از شیر مادر تغذیه می شود مادرشان سرخکان را سپری کردند و سپس مادرشان معافیت به وجود آمده که شیر مادر الا سن 9 ماهگی طفل را مصاب شده به سرخکان نجات می دهد و اولین واکسن برای اطفال نوپیدا شیر مادر هست و به همین دلیل اطفالی که به شیر مادر تغذیه می شود کمتر مصاب به سرخکان می شود تا اطفالی که شیر مادر خود را نمی مکند.
اما اطفال که شیر مادرشان را نمیخورند میتواند در سنین پایینتر از 9 ماهگی مبتلا به سرخکان شود و دور دوم واکسن سرخکان در سن 18 ماهگی باید نزدشان تطبیق شود تا عافیت طفلشان یقینی گردد. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.